عجب آب و هوای، عجب فضای لذت بخش. شما میدونید دوستان صدای آب چقدر گوشنواز است و آدم از دیدن این فضا چقدر احساس آرامش میکنه. سلام و تمامی کسانی که ما را میبینند و میشنوند. امیدوار هستیم همه که جور و صحتمند و سرحال باشیم. ما امروز میدونیم که در کجا آمدیم. در تفریحگاه بند قرقه، یکی از بهترین تفریحگاه ولایت کابل که مردمان کابل جمعه ها روزهایی که رخصتی هستند در اینجا به تفریح میاین و از این دیدن مناظر طبیعی لذت میبرند. ما همچنان امروز خواستیم که بیاییم و از این مناظر زیبای طبیعی لذت ببریم.